شد به او دیدن را نداشتن که زود می روند. وقتی می روند دیگر هاجر حیران می مانند که چرا این کار رو کرده ایستاده است. با صدای بلند می گویند ابراهیم چی کار کرده ایستاده ای؟ ما رو به کی ترک کرده ایستاده ای؟ ما رو کجا مانده ایستاده ای ابراهیم؟ حضرت ابراهیم چیزی نمی گویند و راه را دوام می دهند. بعد حضرت هاجر می گویند آیا پروردگارت تو را به این امر کرد که قصه در صحیح بخاری هست در کتاب انبیا. آیا پروردگارت به این امر کرد؟ آیا الله تو را امر کرد؟ الله امرک بهذا که ما رو اینجا ترک کنی یا از پیش خودت این کار را میکنی؟ ابراهیم میگویند آره الله مرا امر کرد. هاجر میگویند و سبحان الله به جمله حضرت هاجر نگاه کنید. رضیت بالله ربا، من راضی هستم به حکم الله، من راضی هستم به آن چیزی که الله امر کرد. اگر الله تو را امر کرده باشد که ببر همسر و کودکت را در بیابان بمان، من به این امر الله راضی هستم. در روایت دیگر میگویند اگر الله امر کرده باشد او ما را ضایع نمی کند. اگر الله تو را امر کرده باشد خود الله ما را به دوش خود میگیرد. الله ما را اصلا پریشان نمی کند. حضرت ابراهیم پس از دور شدن از نزد یعنی نانمایان شدن از نزد هاجر و اسماعیل و پروردگار دست دعا می بردارند و در سوره ابراهیم آمده است و دعا می کنند که ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. پروردگارا من فرزند خود را همراه همسرم در جایی که آنجا هیچ زراعت نیست، یگان انسان نیست، آب و درخت نیست، تنها گذاشتم در نزد خانه ات، در خانه حرمت. پروردگار تا که نماز برپا دارند، با امر تو بود البته. پروردگار اینها که خیلی تک و تنها هستند، بی کس هستند، بگذار قلب های بنده های مؤمنت به طرف اینها انس بگیرد و به نزد اینها آیند. و پروردگار اینجا که هیچ درختی نیست، آبی نیست، چیزی نیست، خودت به اینها رزق بده تا که از بنده ها یا شاید که از بنده های شکرگزارت باشد. باز دعا میکنند که ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. الله هم تو خودت میدانی که ما چه چیزها را در قلب داریم از غم و اندوه پس از ترک کردن فرزند و همسر در این بیکسی و آن چیزی که در ظاهرمون میبینی از گریه و دیگر از آن چیزی که آشکار است. و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، و هیچ چیز از الله در آسمان و زمین پنهان نیست. یعنی دست به سوی پروردگار میکنند و این دعا رو میخوانند که الله هم دیگر من اینها رو تنها گذاشته رفته ایستادم و تو خودت صاحب اینها باش.